سهار اومده بودیم اوچرات و حاضرم اوچرات برای بلیت چترین ریس. اما برادران اینجا برای بلیت سودگی هم اما اوچرات کتی اول زنکای پراپوسکت کرستن. هم همینه اوچرات بلیت چترین ریس. Ekaterinburg ama uçurası bilet. السلام علیکم وطنان عزیز، پدران، مادران، برادران، خواهران گرامی قدر، با شما هستم حسین نوردینov از کانال سنبای تیوی اکاترینبورگ. دوستان عزیز، چرا در کانال سنبای تیوی اکاترینبورگ؟ برای که برادران، خواهران، مادران، کسانی که در شهر اکاترینبورگ حضور دارند در کانال همون که پادپیسچیکانشون ابونچیاشون زیاد هستند. برای همین در کانال سنبای تیوی اکاترینبورگ اعلان میکنیم که روز 9 چیسلا میتوانید با گراژانسکی 4 پاسال جمهوری تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ گراژانسکی 4 رفته عریضه خود را پیشنهاد کنید. چخیلی که ما یک نیم هفته پیشتر عریضه پیشنهاد کرده بودیم. خواهر تاجیک را میتونید در کانال ما در اومده تماشا کنید. خواهر تاجیک را به وطن مقصد خدا خواهد همین روز 8 است روان میکنیم ان شاء الله. شما پیغام میدید روید عریضه نویسید. روز 9 چیسلا روز 16 چیسلا چترین ریس است. میتونید ان شاء الله اگر در بالینسا یگان کاغذ دارید، یگان کاغذ رنگین یا چیزی رنگین دارید، سپرافکای بالینسا رو پیشنهاد کنید، عریضه نویسید. فقط آدمای کسل ان شاء الله ما همه خیلی اینفورماسیون به ما رسید که فقط آدمای کسل میتونن در چترین ریس روان. چخیلی که به من معلوم است همه خواهرمون نوشتیم در شهر اکاترینبورگ کمیسیا هم در روی انصاف حقانی چست مقصد چیز کردن، عریضه ما قبول کردن. نه فقط من یک خواهر رو میدونستم که 2 فرزندشون کتی و آدم با پرابلم دوچار بودن در شهر اکاترینبورگ، اما آدم مقصد قبول کردن و دیر از من قایسه کردم که همون بلیت خریدگی ها همه کسلی ها بودن. تکشتو شهر اکاترینبورگ همه پچست نمو گذاشت همی کمیسیا. دوستانی عزیز، من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتونم گفت که رحمت برای اعضای مقصد محکمان کمیسیا، رحمت مینداری خود رو بیان میکنم که یک خواهر تاجیک خیلی در دشواری قرار داشته بود، پوچکش شکستگی بود و بالای این در کوارتیر سور کردگی بودن. ما همین میتونید در کانال ما مقصد معلوماتی پر رو گیرید در برای اون خواهر. کانال ما کانال فکر شما در پایانی کامنتاری میشود، در ادپیسانی میشود، در اومده و نشوید. السلام علیکم، خودتان را احتیاط کنید. خیلی که گفتم کسانی که کسل دوچاری پرابلم هستند میتونن 9 چیسلا گراژانسکی 4 رفته عریضه خود را پیشنهاد کنند. السلام علیکم.